درود دوستان، امروز اومدیم با عجیب ترین فکت ها راجع به هند. موش ها معبد دارن. معبد کارنی ماتا تو راجستان پر از موش های مقدسه که مردم بهشون غذا میدن و میپرستنشون. هند یک کشور 6 فصله. بازی شطرنج قرن ششم تو هند اختراع شد به اسم چاتورانگا. مرسی از هند. یکی از چیزای جالب پستچی شناور. دریاچه دال تو کشمیر تنها اداره پست شناور دنیا رو داره. بزرگترین خانواده دنیا. یه مرد توی هند 39 زن، 44 بچه و 33 نوه داره. همه زیر سقف زندگی میکنن. شلوغ‌ترین خونه تاریخه. گاوها توی هند مقدسن و توی خیابونا آزاد میگردن. هیچ کس هم حق اعتراض نداره حتی اگه ترافیک به وجود بیاد. ما هرچی میگیم رفیقمون میگیم پاشو برو هند میپرستن، قبول نمیکنه. بلندترین مجسمه دنیا تو هند که 182 متر و از فضا هم معلومه. هند 22 زبان رسمی و 19500 گویش داره که هر چند کیلومتر بری جلوتر زبون عوض میشه. در مگالایا مردم با ریشه درختان پر میسازن و که زنده است و با گذر زمان هم قوی تر میشه. هند بزرگترین صادرکننده ادویه است. با فلفل و هلش کل دنیا رو خوشمزه کرده. نالاندا تو هند قدیمی ترین دانشگاه تاریخ مربوط به قرن پنجم. دانشجو از چین و یونان میومد. ضمن آرزوی حال خوش، لایک و ساب یادتون نره و خدا نگهدار.